امروز میخوایم به همراه این استخوان-دوست و این پوستای پرتقال خشک شده یاد بگیریم که چجوری میتونیم توی خونه روغن بندازیم. با من همراه باشید. سلام برای ماهتون، امیدوارم که خیلی خوب باشید و حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به کانال من و یک ویدیو دیگه از من. بچه توی این پلیلیست من میخوام برای شما راجع به روغن ها و اینجور چیزا صحبت کنم و اولین حالا ویدیویی هم که میخوام توی این پلیلیست براتون بذارم پلیلیست روغن ها اینه که چجوری میتونیم روغن بگیریم و خب انواع روغن ها رو داریم تا جایی که بتونیم براتون، تا جایی که بتونیم با هم دیگه تولیدشون میکنیم، استرشون رو تست میکنیم و این کار دیگه. این پلیلیست مخصوص کلا چیزایی که مربوط به روغنه. حالا قضیه این ویدیو از کجا شروع شد؟ ما یه ریلیزی دیدیم من و همسرم توی اینستاگرام. یه آقایی بود با استفاده از، من رفتم اینا رو آوردم، کره شیباتر و کره کاکائو به همراه یه سری روغن هایی که خودش گرفته بود برداشت کرم دست ساخت. حالا روغن بعدن کرم دستی همچین چیزایی. خیلی خوشم اومد، خیلی حس خوبی داشت با توجه به اینکه خب منم کلاس روغنگیری و روغن شناسی اینا رفتم. خب خیلی برام جذاب بود اون قضیه که بتونم حالا یه روغنی بسازم اینا. بعد دیگه ما تصمیم گرفتیم از روغن جوجوبا استفاده کنیم. بچه من لینک اینایی که خریدم رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. خب بعد فکر میکنم بخوام دوربین اینور رو نگاه میکنم به خاطری که نه دوربین اینوره. این جوجوبا گرفتیم و اینا رو سفارش دادیم، اومد از آمازون هم گرفتیم و اینا و فکر میکنم اون شخص هم استخوان-دوست بود و شبیه گل همیشه بهار بود. ولی خب فکر میکنم گل همیشه بهار خیلی پربرگ‌تره، نفهمیدیم گلش چی بود. ولی خب پوست پرتقال. حالا اینا رو من خشک کردم بچه میتونید ببینید و بیشتر این مدلی دیگه. خب میتونیم با اینا هم روغن بگیریم برای پوست و اینجور چیزا، خیلی خوبه. و تصمیم گرفتم امروز بیام بهتون بگم که به چند روش میشه روغنی گرفت. بچه تا جایی که من حالا یاد گرفتم به 2-3 روش میشه. خب خدایا دوربین این وره، زهره دوربین این وره، دوربین این وره، این وره یه چیز دیگه است. بچه به 2-3 روش میشه روغن گرفت. یکی این که میگن روش آفتابیه. من برای این روش آفتابی این رو در نظر گرفتم. خب حالا یه چیز جالب براتون تعریف کنم. دوربین این ور زهره. بچه من یه چیز جالب براتون تعریف کنم. ببینید من شانسی با 2 تا استاد تونستم برم کلاس روغن شناسی. یعنی اینجوری بود که رفتم ثبت نام کردم، گفتش که این کلاس در حال اجرای آخراش، ما شما رو اد می‌کنیم، کلاس بعدی که شروع شد شما برید دوباره از اونجا. با 2 تا استاد متفاوت. یکی از اساتید گفتش که شما اینو میندازید روغن و گیاهو میریزید داخلش، 3 برابرش روغن میریزید، میذارید جلو آفتاب، مثلا روزی 1-2 بار یا روزی 1 بار اینو تکونش میدید. بعد مثلا یکیش گفت بعد 10 روز گیاه رو عوض می‌کنه، یکی گفت بعد 2 هفته گیاه رو عوض می‌کنید. بعد یکی برگشت گفتش که یکی استاد برگشت گفتش که دوست عزیز من نذاریش پشت پنجره، اسمش آفتابیه، بذارش تو کابینت. خب بعد اینو بعد از هر 2 هفته مثلا روغنش رو عوض کنید. خب گیاهش رو عوض کنید، گیاه رو توش بکشید بیرون و آره دیگه خواهر گیاه جدید توش بریزید، گیاهش رو عوض بکنید و اینا که این خیلی اوکی میشد، تقویتی میشد. 40 روزم 3 ماه، 40 روز 2 ماه هم طول میکشه تا این روغن و سارش در بیاد. یه چیز جالب تری هم که اینجا یاد گرفتم، فکر میکنم اگر بدونید خیلی براتون خوبه، اینه که یکی از اساتیدم برگشت گفت من قاطی کردم این 2 تا استاد اصلا دیگه نمیدونم چی گفته. خب گفتش که من فکر میکردم که استفاده از دانه های روغنی مثلا بادوم شما بریزید توی این خیلی، یا مثلا چیزای سفت‌تر خیلی دیرتر، چون خب خود ضخیم‌تر به دید و اینجور چیزا ماده موثرش رو پس میده، در صورتی که کاملا برعکس بود و گیاهایی که مثل برگن و اینا فرضاً شیوید گرفتن و روغن شیوید و نمیدونم ریحون و نمیدونم اینها که روش خشک شدهش، یعنی مثلا اینجوری خوش این برگ روزه. خب این میگفتش که اینها چیزتره، دیرتر ماده موثرش رو پس میده. یعنی مثلا این رو باید 2 ماه بذاریم بمونه، در صورتی که فرضاً یه چیزی مثل فرضاً بخواید توش 4 تا چی میگم گندم مثلا فکر کنم اگه
اگر اشتباه کنم آجیلا رو داشت میگفت دیگه. یادم نیست اینقدر دو تا رو با هم خوندم قاطی کردم. گفتن آجیلا رو توش بخوای بریزید یه مقدار خیلی زودتر ماده موثرش رو پس بده تا این. مثلا شاید اون 30 روزه پس بده، 40 روزه پس بده، این 2-3 ماه طول بکشه. اینها هم برگ گل رز، من رز گرفته بودم دارم میپزم از گرما، چرا شوفاشو کم نمیکنم. خوابوشش کرده بچه‌ها. برگ گل رز من شنیده بودم که این روغنش خوبه. حالا آخر سرم پرسیدم که منظورتون گل محمدیه یا گل روزه؟ منظورش میگفتم گل سرخ. آخر سرم نفهمیدم دقیقاً منظورم کدومه، چی دارم میگم و اینا. منم گفتم اشکال نداره خودم میرم تحقیق میکنم. روز داشتم گذاشتم، خوش شد، پرفکت نیست، کیفیتش اونجوری که میخواستم نبود، اما استخوان اینقدر خوشبوه، من تا رو استخوان بو نکرده بودم. بعد راجبش میخوندم توی کتاب میگفتش که اصلا به طرز خیلی عجیب غریب و وحشتناکی معروفه، تقریبا کل دنیا استخوان رو میشناسن، ازش استفاده میکنن، به شدت محبوبه، خیلی پرفکته، نمیدونم آرامش بخش و این حرفا. بعد حالا خواستش این ور اون ور واسهتون میزنن، چون 100% الان بخوام بگم ممکنه چون فیل بداهه دارم ویدیو میگیرم و اینا یکی دو تا ممکنه این وسط یه چیزی بگم واسه خودم، ولی اونجوری از روی جزوه‌ام و اینا واسهتون می‌نویسم، چون شما 100% من خودم جوری ویدیو یوتیوبو میبینم، یه چیزی میبینم یاد بگیرم و واسم خیلی مهمتر یه منبع باشه، چیز نیستش که فان نیستش که کارمون آموزشیه این مقدار. خیلی خب بریم سر بحث اصلا. پس یه مدل بود که توش آفتابی بود، یکی میگفت بذاریدش پشت آفتاب، یکی میگفت نذاریدش پشت آفتاب، تقریبا یه روزم بعد روزی یه بارم اینجوری تکونش بدید و هر 2 هفته یک بارم اینطورا، یه هفته در روز اینطورا روغنش عوض کنید، گیاهش عوض کنید، میتونید عوضم نکنید تا 3 بار 4 بار اینطور میشه عوضش کنید. ولی اگر چیز بشه، خب عوض بشه، خیلی پرفکته. بچه من روغنایی که تو مجموعه خودم میخوام موجود کنم هنوز موجود نکردم، از پایه آفتابیه. من روغن این یه روشی که الان میخوام با هم دیگه بگیریم و نشونتون میدم در ادامه، روش بنماری نیستش. روش بنماری تو بازار پره، من فقط روش آفتابی پیدا میکنم تو یعنی مجموعه خودم. اما خب این از روش آفتابی بود. یه روش دیگه داریم، من توی این شیشه ازش استفاده میکنم واسهتون بریزم. خب یه شیشه است، یه چیزی که نشون دادن نداره، نمیدونم چرا این کارو کردم. این رو اینجوریه که بچه بنماری شکلات چجوری میخواید آب کنید. خب همونطور که سر علما دعوا سر آب کردن شکلات، هر کسی یه روشی میگه، یه متدی میگه، روش مانور میده، به هر حال بیزینس خودش رو باش میبره جلوتر. مثلا نه من مطمئنم این روش بهترین چیزای مارکتینگ بچه‌ها بدونید خیلی خوبه. خب یعنی با کلمه بازی کردن، با یکی دو تا روش این ور بازی کردن نکنید. وقتی جایی مثلا یه سری آپشنا رو چه میدونم اغراق‌های خاصی بکنن. خب حالا من با اینکه خودم بلاگرم شاید اینو بخوام یه وقت مانور بدم، ولی خواستم بدونید که شما بدونید. شما الان اومدید اینجا چیزی یاد بگیرید. من صادقانه نمیدونم چی حکم میکنه که باید اصل ماجرا بهتون میگم که یاد بگیرید. دلیل نمیشه که چون حالا بلاگر هستم بخوام بیام در جهت پیشبرد اهداف تبلیغاتی مثلا یه چیزی بگم، نه، فرقی زیاد نمیکنه. بنماری شکلات چجوری آب میکنید. یه سری ها حالا ما روغن رو عرض میکنیم، مثلا این رو توش یه مقدار گیاه خشکتون رو میریزید، بعد توش یه مقدارم روغن میریزید. خب بعد این رو یا میذارید داخل آب جوش، اجازه میدید یه 7-8 ساعت آروم قل بخوره. خب بعد دماش وقتی به جوش رسید کمش کنید یه مقدار. خب یا اینکه میتونید یه چیزی بذارید روی قابلمه که این حرارت غیر مستقیم بگیره، یعنی اینکه چیز بگیره، با بخار بشه. خب حالا مدل‌های دیگه هم هست. یعنی چی؟ یه مدل هست توش مثل قهوه‌های عرب هستن که توی شن، توی اون هم میتونید این کار رو انجام بدید. خیلی بهتره چون دما یک نواخت پخش میشه، خیلی اصلا حرفه‌ای‌تر از بالاخره آبی که 24 ساعت بالا سرش باشه، نپاشه، آب نره توش، فلان این حرفا. اون یه دونه شن خیلی هم لول داره. به جای شن میتونید از نمک استفاده کنید. 100% میدونید ما هم سیب زمینی رو میتونیم توی شن بپزیم، تو همون زغال بپزیم، تو خاک داغ یعنی تو زغال بپزیم، و توی مثلا نمک هم میتونیم بپزیم و اینا. بعد آره توی این حرارت ها مثلا توی ماکروفر رو نمیدونم، حالا بچه ماکروویو اینا که اشعه میده، سر اون اشعه هاش خورده بحثه. من الان نمیتونم راجبش باتون صحبت کنم چون زیاد راجبش تحقیق نکردم، ولی در حالت کلی میگم. ولی از طرفی هم اینجوری نباید باشه که مثلا 3-4 دقیقه‌ای بخواد یه حرارتی به این بخوره. بالاخره یه مقدار، حالا من شنیدم میگن که باید این به قولی بگو دیگه،
یه زمانی ازش بگذره، یه 7-8 ساعت، 4-5 ساعت، حتی 24 ساعت، گاهی 48 ساعت که این بشه. اینجوری نمیشه که 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه مثلا بذاردش تو مایکروویو انرژی بده بوی فلان چیزو گرفتن دیگه. مثلا توی فر آون، اگر درست بگم آون، فر اینا که حرارت داره. من تا چند وقت پیش نمیدونستم فرق بین ماکروفر و ماکروویو چیه، تا اینکه یکی از ظرفای پلاستیکمون تو ماکروفر سوزوندم، بعد فهمیدم که اون حرارت میده، اون یکی اشعه میده. خاطر این تو اون یکی نمیشه ظرف پلاستیک گذاشت، تو فر نمیشه. واسه شما تجربه بشه گفتم بدونید. آره حرارت این مدلی هم میتونه بشه. اما یه نکته دیگه بچه‌ها، ببینید من راجع به این بعداً سر یه ویدیویی بشینیم با هم دیگه میخندیم، قش میکنیم، من غیبت میکنم. خب یعنی من غیبت رو میگم، بعد شما اونور بخندید، قش کنید. من موقعی که کلاسه نگم براتون بچه، توی روغن ها نمیشه از گیاهای تازه استفاده کرد. خب من بعدا اینو واسهتون تعریف میکنم، حیفه اینجا بگم از بین بره. من نه توی گیاها روش بنماری و آفتابی از گیاهای تازه استفاده نباید بکنید. یه مدل دیگه هم هست، الان بعد از این بهتون میگم. چرا؟ چون داخل گیاهای تازه رطوبت باعث، یعنی رطوبت باعث میشه که خب باکتری و اینجور چیزا به وجود بیاد. و یکی از سخت‌ترین کارهایی که یک کسی که روغن میگیره باشه انجام میده اینه که بخواد رطوبت و آب رو تو روغن بکشه بیرون. پدرش در میاد. خب پدرش در میاد، قشنگ سرخ میشه، کباب میشه طرف. انواع روش‌های مختلف. اینو نمیدونم بعد بذاره تو فریزر، آب و یخ ازش، آب و روغن از هم دیگه جدا بشه، نمیدونم بجوشونتش، یعنی کباب میکنه. خب دم اول دیگه خشکو میذاری. روغن شرایطی که داره اینه که باکتری توش رشد نمیکنه. خب یعنی شما توی روغن یه چیزی بذارید توش باکتری رشد نمیکنه، فاسد نمیشه. اما اون گیاه تازه تو خودش آب داره که فاسد میشه. خب اونجا محیطش این مدلیه، به این خاطر یعنی اینجا. یه مدل دیگه هم هست اینجوریه که گیاه رو برمی‌دارن میجوشونن، یه گیاهی رو برمی‌دارن میجوشونن، مثلا اون اسپری رزماری که ما درستش میکنیم، یه سری گیاها رو میجوشونیم، بعد اون رو میجوشونن تا مثلا به 1/3 برسه. مثلا اگه 3 تا لیوان بوده میشه 1/3، یه دونه لیوان ازش بمونه. بعد این رو میریزن داخل روغن. بعد اون روغنه رو انقدر میجوشونن، حالا نه قلقل، به هر حال شاید حرارتی که ولی انقدر باشه که اون آب بخار بشه دیگه، تا اون آب بخار بشه ماده موثره داخل روغن بمونه. خب خیلی دیگه حرارت دید دیگه، این چیز زیاد جالب نیست. خب از طرفی هم چون میگم چیز کردنه، بذار خودم یه نگاه بندازم. اوکی. جدا کردن آب از روغن واقعا آدمو کباب میکنه. خب نکن، این روش رو نخواهید برید که چیز بشه، وگرنه باید روغن رو هی بذارید تو یخچال. مثلا من قبلا روغن ساخته بودم، قدر هم که می‌خوایم راجعش قیمت کنیم، الان تو فری یخچاله. خیلی خوب. الان روشایی که من براتون میندازم اینه. حالا دوربین رو میخوام بیارم جلو و تقریبا دیگه فکر کنم من رو نبینید، بهتره واسهتون. و اینجا نشونتون میدم که چیکار میکنم. یه چیز دیگه بهتون بگم بچه‌ها، در مبحث روغنگیری خب چه آفتابی چه بنماریه که خشک باشه، ما استادمون خیلی تاکید میکرد رو این که بچه‌ها نیم کوبش کنید. خب یعنی آسیابش نکنید، نریزید تو دستگاه اینجوری. نمیگفت ماده موثرش از بین میره. بعد میگفتش که بچه‌ها هاونگ برای دید اینجا اینقدر کوچیکه، بعد جام تنگ دارم، خونه رو عوض میکنم. اگر چیزی دارید این ور اون ور میبینید، شطور دیدید ندید. یه چیز دیگه هم بهتون میگم بچه‌ها، این گشاد من اینو گره زدم. خب اینجوری بروم نیارید اگه یه وقتی دیدش. خب آره دکمای اینو ببندم، این خیلی گشاد وای میسته برام، بنابراین این گرهش میزنم قشنگ فیکسم بشه. بچه ببینید این هاونگ منه. خب استادمون خیلی تاکید میکرد، میگفتش که بچه نریزید توی آسیاب، خب که ماده موثرش از بین بره. خیلی مالا میگفت اینجوری گفتن، خیلی تاکید شده روش و نمیتونم دقیقاً دلیلش رو بهتون بگم دیگه. شما هم این کار انجام بدید. شما حالا چی میگن، محض اطمینان، سوپاپ اطمینان اینطورا. بعد یه چیزی هم میگفت خیلی جالب بود، میگفت ببین تو هند که دیگه سر کولشون روغن بالا میره، خب انقدر استفاده میکنن، میگفت هرچند که میری دارن روغن میندازن و گیاها رو استفاده میکنن دیگه. اصلا هند که دیگه واقعا میدونید که جدیدن اخیراً یه خورده مکدونالد داره اونجا افتتاح میشه، قبلش که اصلا نبود، که همه گیاهخوار بودن. میگفتش که مگه آسیاب نیست؟
ولی میبینی یه نفر نشسته داره اینو میکوبه، یک دلیلی داره، شاید خوب نیست، شاید نکن. بعد یه سری از بچه‌ها گفتن نه آخه فلان فلان، گفت بگید قاطی کردی. گفت من نمیدونم، اگر شما انقدر خودتون استادید انجام بدید. من که استادتونم این کار انجام نمیدم، به شما هم که شاگردمید میگم این کار انجام نباید بدید. حالا اگر شما اندازه کافی استادید که میدونید برید انجام بدید. من دیگه قطع میکنم میام اینجا و روی کار بهتون کارو نشون میدم که اینجا چجوریه. فعلا حالا اگر برای شما خشک‌تر بود میتونید از این یه مقدار بیشتر بکوبیدش. و من استخوان‌دوست رو هم میکوبم. بچه استخوان‌دوستای منو میبینید خیلی خودش پودره، خب یعنی فقط گلشه. با این حال من بازم این روی چکش چیزی بهش میکوبم. دیشب داشتم یه ویدیو نگاه میکردم تو همین یوتیوب، یه چیز خیلی جالب بود. یه خانم دکتری بود داشتون هم روغن رزماری و اینا میگرفت واسه این موهاش و اینا. بعد میگفت خب البته خب به اندازه کافی میگرفت دیگه، روغن گیاهش تازه بود. بعد میگفتش که من همیشه قبل از اینکه استفاده کنم از نعنا، رزماری اینا یا نه، بعد از اینکه میشورمش بچه‌ها اینا که من نباید آلوده باشن، اگه وقت آلوده و چیزی هم باید تمیز بشه. بذارینم بخاک نمیده، نه ایشالله که نمیده. بعد میگفتش که من چند تا ضربه محکم اینا رو میکوبمش رو اوپن و یا همون سطح اینجوری به این حالت. بعد میگفت خیلی بوش بیشتر میشه و بعد از اینکه خب حالا بوش هم بیشتر میشه اون خیلی ماده موثر انگاری بیشتری آزاد میکنه از خودش. شاید بهتره که ما یه مقدار بیشتر بکوبیمشون حالا اگر خوردن باشن تا ماده موثرشون آزاد شه. بچه این که میبینید دست منه خب در واقع شیشه داروه، خاطر این رنگیه میبینید. شما میتونید اینا استفاده کنید. من یک ظرف از این حدود یه دونم از این استفاده میکنم برای این، چون زیاد نمیخوام روغن بذارم، همینقدر گیاه تقریبا یکی یا دو تام از همین روغن جوجوبا میندازم این تو که خیلی خوشبو بشه و اینا. بعد هر چند وقت یه دفعه 2 هفته دیگه این رو خالی میکنم از این تو و دوباره استخوان‌دوست و پوست پرتقال جدید میریزم داخلش. این از این. حالا بذار من اینو کم کم بریزم این تو شما ببینید. آیا قیف نداری زهره؟ خیر. اون چیه پس؟ این اون تو بود. یه دونه چیز گرفتم، بعد با اینم فقط میشه توش روغن شانس آوردم. اون ظرفا رو میبینید اونجاست، دیده بودمشون قبلا. اشتباهی کردم این بود که نخریدم. همون اشتباه باعث شد که دیشب رفتم 2 تا بسته‌شو یه جا پیدا کردم، یهویی شانس دیدم و خریدم. خیلی خوب. اینه بچه، من لینک خرید اینم میذارم، ولی خب لینک آمازونه دیگه باید بدونید. حالا نمیدونم این چقدر میشه. اینو من چشمی حدودم اینو چشمی میریزم، ولی زیرم شما میبینید باشه اینو در این بسته است. نه آره آخه چقدر ما اینجا داریم لایف. به خدای فالوورای من صبر ایوب دارم از دست من. نه تو رو خدا نریز. انقدر این مواد اولیه اینا گرونه و ارزشمنده، نه فقط گرون. خب مواد معدنی و حالا مواد معدنی نه صرفا برای این، ولی خب مواد گیاهی و معدنی و چیزی ماده اولیه مصرف شده آدم واقعا دلش میسوزه بخواد هدر بره. اینم شما دارید میبینید. آره انقدرش شد. چون دفعه اولمه دارم به این روش روغن میندازم بچه ها،
زیاد شیرجه نمیزنم داخلش، اکشنای خاص مسنجر، یعنی زیاد نمیندازم. ولی خب استاد من این گفتش که بچه‌ها کم نندازید، روغن چیزیش نمیشه و بی‌خواستی هم نداره. اینم رو دست چجوریه؟ چربیش اوکیه، قبلا هم داشتم ولی خب این رو میبینید من دیگه انداختمش، میذارم حالا نمیدونم دیگه بذارمش واقعا پشت شوفاژ، بذارمش پشت پنجره، بذارمش تو کابینت. واقعا منم موندم یه جا میذارمش، فکر کنم بذارمش تو کابینت یا بذارمش بغل شوفاژ، احتمالاً هم نور روز بگیره هم دارکه زیاد نور نمیگیره. این از این. بریم واسه روش بنماریمون. اینم تقریبا بچه‌ها به همون حالته. ببین عاقل‌تر بودم اینجا شیشه درگشاد برداشتم. تقریبا این 250 میله راستشه، همینقدر زیادترم نمیخوام. ولی خب بچه این مادهش زیاده، یعنی چجوری بگم از چه نظر زیاده. شما اگر میخواید بازاری کار کنید، بازاری ها اینقدر روغن نمیریزن. 1 لیتر رو واقعا 300 گرم میریزن، اینجوری نمیشه که خرخرش پر بشه. خب اینقدرش گیاهه، میدونید این انقدرش 1/3 دقیقاً گیاهه. ولی این دیگه مال خودمونه، ما هم دست و دلبازی و اینجور چیزا میکنیم و حسابی برای خودمون ولخرجی میکنیم تو این چیزا. اگر باز خودمون مایه نداریم واسه کی مایه بذاریم؟ این ظرف رو من میذارم اینجا. این آب رو من قبلا جوشوندم، یه مقدار گرمه. حالا روشنش میکنم. اول روشنش میکنم که جوش بیاد، زیرش رو زیاد میکنم. خب که این جوش بیاد، جوش که اومد بذارم دیگه آروم آروم مثلا 1-2 ساعت قل بخوره. خب قل که واقعا سهم چیه؟ حواسم بهش هست آبش تبخیر بهش میشه، آب رو داخلش بریزم. بعدش دیگه 1-2 ساعت دیگه برش میدارم میذارمش روی شوفاژ. الان هم فصل پاییز، شوفاژمون روشنه که اون حرارت رو بگیره. حالا این بهتره یا این یکی بهتره که داره حرارت میگیره؟ بچه 100% اینا بهتره که حرارت نمیگیرن. به خاطر همینم میگن که اینها رو بیاد پایین. بچه مواد موثری بیاد پایین، مواد موثره بچه بیاد پایین. و همین خاطر میگن اینا جلو آفتاب قرار نگیرن که حرارت نبینن، که آقا واقعا بشه نمیدونم روغن کشی. یادم رفت بهتون بگم بچه‌ها، این مدل روغن گرفتن ها که فشارش نمیدی روغنش در بیاد، مخصوص گیاهایی که خودشون روغن ندارن. خب یعنی خب پرتقال اسنشال اویل داره، خب ولی اسانس داره، یعنی مثلا اینم همینطور، ولی چیز ندارن که روغن ندارن که بریزش تو پرس سرد روغن تولید کنه. به همین خاطر از این روش ها استفاده میکنیم براش. یعنی حتما باید یک پایه روغنی باشه. حالا اینا اگر برای مو باشه، مثلا حالا پرتقال و اینا که زیاد برای مو استفاده نمیکنیم، استخوان پرتقالو. حالا در کل اگر فهمیدیم که آقا خیلی هم برای مو خوبه، خواستیم از مو استفاده بکنیم، خوبی داره میجوشه، من کمش میکنم. خواستیم برای مو استفاده بکنیم، از پایه اصولا کنجد یا مثلا روغن زیتون و یا بادام شیرین مثلا اصولا استفاده میکنن و اینطور مثلا پایه ها. اما مثلا با پایه سیاهدانه میگیرن، خب خیلی خاصیت داره. نمیدونم با پایه بادام تلخ هم میگیرن، با پایه آووکادو، با خیلی از پایه ها میشه گرفت. اما بهتره مثلا برای صورت و اینا یک مقدار روغن های سبکتری انتخاب بشه که خب جذب بالاتری داشته باشه، سبک باشه، یه مقدار آبرسان باشه، یه مقدار ضد چروک‌تر باشه، یه همچین حالتایی داشته باشه. خب خیلی بهتره، پرفکت‌تره برای خودمون. پس اینم تو 2 حالت میشه استفاده کرد. یا این مدلی داخل آب میذاریمش، یا یه دونه سبد چیزی میذاریم، یه کاسه اینو میذاریم روش. ولی خب ببینید بچه‌ها، من اینجا ایران نیستم که، خب میبینید گازم هم برقی، گاز نیستش که. بنابراین من پدرم در میاد اگه من اینو بخوام 7-8 ساعت رو بخار چیز بذارم، رو بخار آب بذارم تا این بخواد ماده موثره پس بده. این مثلا 2 روز دیگه تقریبا آماده است. من یه 3-4 ساعت میذارم این تو بمونه، یه ذره آبشو بیشتر کنم، یه ذره بالاترش هم آب داره آخر. دوست من از این ور کورم، از اون ور بعد ببینید.
آره بهتر شد، تا نزدیک گیاه هم اومد. یه هفته چی داشتم میگفتم یادم رفت اصلا، از اول میگم. این رو من نمیتونم یه مثلا 8 ساعت حداقل بذارم توی این شرایط بمونه، یا من باید بذارم مثلا 7 8 ساعت تو فر با حرارت خیلی کم. میذارم یه چند ساعت روی این حالت بمونه، یه چند تا قلمل و اینا بزنه خیلی کم، بعد میذارمش یه شب تا صبح یا یکی دو شبانه روز روی شوفاژ که یه حرارت غیر مستقیم حرارتی بگیره که ماده معصره‌اش رو پس بده. پس ما به این نتیجه میرسیم که اگر گیاه رو داخل روغن بریزیم و یه حرارت غیر مستقیم و ملایم بگیره، ماده معصره‌اش رو پس بده. فقط لازم نیست توش بمونه این مدلی. خب و اینکه میشم اینو بجوشونیم تو آب، بریزیم داخل روغن، اون رو هم بجوشونیم که خب خودمون رو کباب نمی‌کنیم و پدر خودمون رو در نمیاریم که اون کار رو بکنیم، و یعنی اون هم میشه خیلی سخته دیگه. و اونم چون خب خیلی میجوشه، تو فکر کن روغن دیگه هی بعد بجوشه پدر روغن در میاد. همین حالا نمیدونم اینو دیگه شاید تو ویدیوهای بعدی اینا بهتون نشون بدم که چجوری عوضش کنم. چیز خاصی هم نداره دیگه. این رو یه دونه صافی میگیریم سرش، روغنش رو خالی میکنیم، گیاهش رو در میاریم، میتکونیم اینجوری. تو اشتباه من نکنید وقتی روغنتون کمه. گیاهش رو در میاریم، گیاه جدید میریزیم، دوباره اون روغن رو اد میکنیم داخلش. بچه‌ها این روش پرفکت میشه و فوق العاده گرونه. شاید 1-2 ماه طول بکشه انداختنش، کلی زحمت داره. یادتون نره اینجوریش کنید هر روز 1-2 بار که اون ماده معصره‌اش تکون بخوره و خیلی پرفکت شه. همین. خسته نباشید. امیدوارم که از پرحرفی من خسته نشده باشید. واقعا دارم حرف میزنم، ساکت باش. و ما توی این ویدیو 3 تا روشی که میشه باش روغن گرفت رو با هم دیگه بررسی کردیم. این از همه بهتر بود 100%، و اونم که داره اینجا سرصدا میکنه خودشو میکشه چون رو گازه. سوالی چیزی بود بپرسید، من بازم میام، بازم برمیگردم و براتون حالا روغن‌های مختلف رو میگیرم، راجع به روغن‌های مختلف صحبت میکنم. در حالت کلی اصول همینه، ولی خب مثلا گرفتن روغن آووکادو تو خونه فرق میکنه با این. یه مقدار مثلا یه سری پرسیان، یه سری رو خوش بکنی، یه خورده اینجوریش بکنی تا جایی که بدونم و بتونم میام و براتون ویدیو میگیرم و میذارم. و سوالی چیزی بود گفتم که دیگه تو خیلی کامنت ها میتونید بپرسید. من یادم رفت بهتون بگم دوباره لایک کنید. وسط ویدیو بعد میگفتم، واقعا نمیدونم حواسم کجاست. ممنون میشم اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، برای دوستاتون هم بفرستید که به جمع ما بپیوندن. منبعی بود، سورسی بود، آموزشی چیزی بود میخواستید، بگید که من فلان آموزش رو براتون تهیه کنم بذارم. یه مقدار اوایل کانال یه خورده بد فعالیت میکنم چون دارم خونه رو عوض میکنم و نمیرسم خب خیلی چیز کنم و اینا، همه خود سرم شلوغ شده به خاطر پیدا کردن خونه و اینا. میخوام جام کوچیکه، دعا کنید برام زودتر خونه پیدا کنم، یه خونه بزرگ خوبه، 2 خوابه تراس دار، گربه هم ببرم پیشیمو بیارم از ایران اینجا، دلم واسه ایرلند تنگ شده. همین، دوستتون دارم، ممنون که تماشا کردید، مرسی که انقدر پر حرفه منو تحمل میکنید. میدونم خیلی صحبت میکنم. همین، مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم و خدافظ.